میدونستی قوی ترین پلیر تاریخ بازی ماینکرافت کیه؟ اگه بخوایم قوی ترین پلیر بازی ماینکرافت رو پیدا کنیم باید بر اساس پی وی پی بسنجیمش. پلیرهای زیادی بودن که داخل پی وی پی تونستن مهارت خیلی بالایی داشته باشن و تعداد زیادی مچ پشت سر هم دیگه برنده بشن. یه پلیر به اسم WLR Doesn't Cheat تونسته 6000 مچ دوئل و پشت سر هم دیگه برنده بشه و شاید بتونیم بگیم اون بهترین پلیر دنیاست، اما نه، چون این پلیر فقط داخل یک نوع پی وی پی قویه و داخل همه نوع پی وی پی های مختلف ماینکرافت قوی نیست. شاید بتونیم بگیم دریم قوی ترین پلیر بازی ماینکرافته، چون داخل اسپیدران‌های مختلفش کارهای خفنی انجام میده و داخل پی وی پی هم خیلی مهارت داره. اما دریم هم در مقابل قوی ترین پلیر دنیا هیچ جوابی نداره. قوی ترین پلیر ماینکرافت دنیا کسی که داخل انواع مختلف پی وی پی قوی ترین بوده، توی مسابقات مختلفی که داخل ماینکرافت برگزار شده تونسته برنده بشه و از نظر استراتژیک هم داخل ماینکرافت خیلی قوی بوده. دوبار بزن رو صفحه تا اسمشو بهت بگم. اسم قوی ترین پلیر ماینکرافت تاریخ. آره میدونم که میدونستی، منم میدونستم. تکنوبلیده.